امتیاز اعتبار مالی شما یکی از مهمترین عواملی است که می‌تواند بر تصمیمات مالیتان تأثیر بگذارد، از دریافت وام‌ها تا نرخ بهره‌ای که پرداخت می‌کنید. اگر می‌خواهید امتیاز اعتبارتان همیشه در سطح خوبی باقی بماند، باید از اشتباهات رایجی که می‌توانند آن را به شدت کاهش دهند دوری کنید. در اینجا به 3 اشتباه خطرناک اشاره می‌کنیم که می‌توانند به راحتی امتیاز اعتبار شما را نابود کنند. اولین اشتباه بزرگی که می‌تواند امتیاز اعتبار شما را نابود کند، عدم پرداخت به موقع بدهی‌ها است. فرقی نمی‌کند که یک کارت اعتباری دارید یا وام دانشجویی. اگر موعد پرداخت را از دست بدهید، این تأخیر به سرعت بر روی امتیاز اعتبار شما تأثیر می‌گذارد. هر تأخیر در پرداخت، حتی اگر تنها یک روز باشد، ممکن است باعث کاهش امتیاز اعتبار شما شود و در موارد جدی‌تر می‌تواند به گزارش‌های اعتبار شما وارد شود و مدت‌ها باقی بماند. به همین دلیل همیشه سعی کنید تاریخ سررسید پرداخت‌های خود را یادداشت کرده و به موقع آنها را پرداخت کنید. اگر توان پرداخت کامل بدهی را ندارید، حداقل مبلغ لازم را پرداخت کنید تا از ایجاد تأخیر جلوگیری کنید. دومین اشتباه خطرناک، استفاده بیش از حد از اعتبار موجود است. وقتی شما بیش از حد از اعتبار خود استفاده می کنید، نشان دهنده آن است که ممکن است مدیریت مالی ضعیفی داشته باشید و این می تواند امتیاز اعتبار شما را تحت تاثیر قرار دهد. هرچه درصد استفاده از اعتبار شما بیشتر باشد، برای مؤسسات مالی شما به عنوان یک ریسک بیشتر به حساب می آید. مثلا اگر در کارت اعتباری خود 90% از حد اعتبار را استفاده کنید، به نظر می رسد که شما به شدت به اعتبار وابسته هستید و این برای امتیاز اعتبار شما آسیب زننده است. توصیه می شود که همیشه از 30% از اعتبار موجود خود بیشتر استفاده نکنید. سومین اشتباه خطرناک که می تواند امتیاز اعتبار شما را خراب کند، درخواست مکلر برای اعتبار است. وقتی شما به طور مداوم از شرکت‌های مختلف درخواست وام یا کارت اعتباری می‌کنید، هر درخواست باعث می‌شود که یک استعلام سخت از گزارش اعتبار شما انجام شود. این استعلام‌ها ممکن است امتیاز شما را پایین بیاورند، زیرا این رفتار نشان دهنده نیاز زیاد به اعتبار و ریسک بالا است. حتی اگر شما به دنبال دریافت یک وام باشید، بهتر است تنها از 1 یا 2 منبع معتبر درخواست کنید تا تأثیر منفی بر امتیاز شما نداشته باشد. این 3 اشتباه در ظاهر ساده و پیش پا افتاده می توانند آسیب‌های جدی به امتیاز اعتبار مالی شما وارد کنند. برای حفظ امتیاز خوب و بهره برداری از شرایط بهتر مالی، بهتر است همیشه مراقب این اشتباهات باشید و آنها را از خود دور کنید. با پرداخت به موقع بدهی‌ها، مدیریت مناسب اعتبار و اجتناب از درخواست‌های مکرر، می توانید امتیاز اعتبار خود را در بهترین سطح نگه دارید.